امتحان امروز الحمدلله خیلی خوب و با نظم برگزار شد. قبل از شروع امتحان استاد راهنمایی های لازم را برای ما گفت و فضای صنف هم آرام و مناسب بود. همه چیز طبق برنامه پیش رفت و ما توانستیم به آرامش امتحان خود را بدهیم. در مورد سوالات امتحان هم باید بگویم که سوالات از همان درس هایی بود که در طول سمستر برای ما تدریس شده بود. بیشتر سوالات مفهومی بود و اگر کسی درس هایش را به موقع خوانده باشد پاسخ دادن به آنها سخت نبود. از نظر وقت و امکانات هم هیچ مشکلی نبود. زمان کافی در اختیار ما قرار داشت و خوشبختانه توانستیم تمام سوالات را در وقت تعیین شده جواب بدهیم. از این بابت کاملا راضی هستم. پیامم به همه محصلانی که هنوز امتحان دارد این است که با توکل به خدا درس‌هایشان را خوب مرور کند و با آمادگی وارد امتحان شود. زیاد استرس نگیرد و به توانایی‌های خود اعتماد داشته باشد. ان شاء الله همه موفق شوند و نتایج خوبی به دست بیاورند.